با سلام، کوروش پارسا از رسانه جمهوری ایران تیوی هستم. همونجور که بینندگان ما اطلاع دارم و در این برنامه‌های 2-3 برنامه گذشته ما اینو طرح کردیم، رسانه ما از این تظاهرات 21 سپتامبر کنشگران نیویورک، نیوجرسی و کنتیکت حمایت میکنه و سعی میکنیم که برنامه‌های این دوستان رو منعکس بکنیم و البته منم خودم یکی از فعالینش هستم، ولی اینجا به عنوان مجری برنامه و رسانه جمهوری ایران تیوی در خدمت یکی از به اصطلاح پایه‌گذاران و بنیانگذاران این برنامه هستم، جناب آقای دکتر فرید اشکان که از فعالین قدیمی چپ و جنبش چپ ایران و حزب چپ ایران هستم و یکی از کنشگران نیویورک، نیوجرسی که به اصطلاح در خدمت ایشون هستیم که برای ما توضیح بدن. با درود فراوان به شما جناب آقای دکتر فرید اشکان. بله، من سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم به پارسا از دعوتی که کردید جهت توضیح این برنامه‌ای که در 21 سپتامبر در شرف انجام هست و تدارکاتی مبارش داریم انجام می‌دیم. هر شود که هدف از برگزاری این همایش خیابانی در اعتراض هستش به حضور یکی از سمبول‌های بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی که به عنوان سمبل یکی از افرادی که در تاریخ 41 ساله جمهوری اسلامی در واقع با خودش عنوان قاتل و قاضی قضات قاتل رو همراه خودش داره و امروز به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی در واقع به عنوان رئیس جمهور قاتل معروف هستش و صحبت این هستش که ایشون احتمالاً حالا یا به صورت مجازی یا به صورت واقعی در این نشست سالیانه سازمان ملل شرکت. ما به حکم وظیفه ملی و به حکم وظیفه اخلاقی و به حکم وظیفه سیاسی و اجتماعی که داشتیم از دوستان خودمون در شهر نیویورک و هومه که متشکل از نیوجرسی و کنتیکت هستن تلاش کردیم و داریم تلاش میکنیم که یک برنامه در جهت اعتراض به حضور مجازی یا واقعی رئیس جمهور قاتل ایران در واقع داشته باشیم. از این نقطه نظر افرادی که در واقع علاقه‌مند بودن یک کمیته ائتلافی تشکیل شد که متشکل از دوستانی هستش که سابقه طولانی در این منطقه شرق آمریکا دارن در ارتباط با فعالیت‌های اجتماعی و مدنی و اعتراضی علیه جمهوری اسلامی. خب اگر یه خورده بیشتر راجع به خود به اصطلاح گروه سازماندهی گفتیم، گروه ائتلافی افراد و خودش، اگه یه خورده بیشتر توضیح بدید، اگر توضیح بیشتری دارین برای بینندگان در خدمتتون هستیم، وگرنه میتونم سوال بعدی رو بکنم. بله، خب هدف ما این بود که و این هستش که در واقع بتونیم وسیع‌ترین و متکثرترین ارائه‌ات مختلف سیاسی رو که در واقع در چارچوب نه به جمهوری اسلامی و نه به سلطنت و آری به حقوق بشر و آری به سکولار دموکراسی هستن رو جمع کنیم. چرا این شعار رو به عنوان شعار اصلی مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه به اعتقاد ما در واقع اون چیزی که مسئله اصلی امروز در مقابل جامعه ما ایرانیان قرار گرفته، مسئله گذر از جمهوری اسلامی است که عامل اصلی در واقع مانع اصلی رشد سیاسی و اقتصادی در جامعه است و در طی 41 سال گذشته انسداد سیاسی را در جامعه به وجود آورد. بعد این بستر از همه کسانی که علاقمند بودن که در این چارچوب و بر بستر چنین محوری حرکت کنن، ما یه همچین ائتلافی رو از افراد متکثری که دارای گرایشات مختلف سیاسی و فکری هستن تشکیل دادیم. علت این که مسئله نه به جمهوری اسلامی و نه به سلطنت رو در اصل بیان و محور فعالیت خودمون گذاشتیم به این خاطر هستش که به خاطر اینکه اعتقاد به مسئله دموکراسی و استقرار دموکراسی در ایران در واقع ویژگیش گذر از هر گونه سیستم سیاسی هستش که در واقع هیچ گونه ارتباطی با سنت در واقع موروثی نداشته باشد. از این نقطه نظر و معتقد هستیم که دموکراسی که در ایران میتونه پایبند باشه و پایگیر بشه و رشد بکنه در واقع نمیتونه بر عرصه حکومت موروثی، حالا چه میخواد حکومت موروثی سکولار باشه چه میخواد حکومت موروثی مذهبی باشه استوار باشه. در نتیجه هدفمون این بود که در واقع این ائتلاف شکل بشه از تمام دوستان و افراد و گرایشات سیاسی که با یه همچین در واقع مضمون موافقت دارن و خوشبختانه
ما تونستیم که این کار انجام بدیم. البته هستن نیروهای سیاسی دیگری که ممکنه باز در این عرصه سیاسی اعتراضی حضور داشته باشن که حالا بعدا اگر لازم شد به اونم خواهیم پرداخت. اتفاقا سوال بعدی من اونم. قبل از اینکه به اون سوال برسیم دیدم که فعالیت‌های زیادی رو کمیته کنشگران نیویورک میکنم و ویدیوهای زیادی رو هم چند تا ویدیو هم دیدم منتشر شده. اگه توضیح بدیم، من دوست داشتم این یکی از این ویدیوها رو که خیلی خوب هست، زیباست، در این وسط برنامه بگذارم. میخواستم شما توضیح بدید در مورد اون ویدیویی که منظور من، نظر من هستش. مرسی. بله، همطور که توضیح دادم در ارتباط با سوالی که شما مطرح کردید آقای پارسا، خب دوستان و رفقای زیادی هستن که در پشت صحنه در واقع دارن همکاری میکنن با ما و همکاری‌های خیلی خوب و گسترده و خیلی ارزشمندی کردن، از جمله تهیه یک ویدیو کلیپ کوتاه به مدت 2 دقیقه هستش که در نظر داشته باشیم که امروز این سفر رئیس جمهور قاتل ایران به سازمان ملل یا حضور مجازیش به عنوان سمبل یکی از کسانی که مسئول اعدام چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی در سال 67 بود، در واقع یک تماسی داره با این شرایط زمانی و این شرایط زمانی که در واقع نشست سالیانه سازمان ملل هست، همچنین در واقع سالگرد کشتار فاجعه ملی در ایران هستش که در همچین تابستان 67 چیزی نزدیک به 5000 نفر از زندانیان سیاسی که در اسیر و بند بودن به دست جمهوری اسلامی و به ویژه به شخص آقای رئیسی که یکی از 4 نفر قضات اون محکمه بودن که با جواب آریا خیر این افراد رو به اعدام محکوم کردن، یه ویدیویی تهیه شده که این ویدیویی که شما بهش اشاره کردید رو به مناسبت یه همچین در واقع روزی ما در واقع تشکیل بدیم. در رسانه جمهوری ایران تیوی در تلگرام منتشر کردیم با این کپشن: روایت جنایت علیه بشریت، گورستان خاوران، نبرد بین حقیقت و انکار، و بعد یک کپشن دیگه: نقش رئیسی در کشتار 67 و ورود وی به سازمان ملل متحد. مرغ شبخوان که با دلم میخواند، رفت و این آشیانه خالی ماند. آهوان گم شدند در شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت. من اونی که برام مهمه تاریخ چجور قضاوت میکنه. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. من اونی که برام مهمه تاریخ چجور قضاوت میکنه. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. ویدیو رو با تشکر از دوستانی که این رو تهیه کردن. ویدیو بسیار خوب و گویایی افشا میکنه جنایات رژیم رو، به خصوص در اون برهه 67 و خود آقای رئیسی. من یه سوالی داشتم، دوستانی از ما سوال میکنن که این رو بپرسیم که چند تا اکسیون هست در اون روز و این ویژگی اکسیون شما که جمهوری خواهان، دموکرات‌ها، چپ‌ها، دوستانی که با این تو این طیف هستید، در واقع توضیح بدید که چرا فرق داره با بقیه و با تشکر از توضیحاتتون. بفرمایید.
ببینید در ارتباط با حضور نیروهای مختلف سیاسی خوب هستن، نیروهای سیاسی دیگری هستن. همیشه به طور تاریخاً سازمان مجاهدین خلق همیشه در یه همچین مناسبت‌های در واقع حضور به اصطلاح میدانی دارن و با امکانات بسیار وسیع مالی خودشون در واقع اونجا حضور دارن. همینطور نیروهای دیگری که در واقع نیروهای سلطنت طلب و نیروهای دیگری که از گرایشات مختلف ممکنه چپ رادیکال یا راست رادیکال باشن در این عرصه هستن. ما مشکلی با این نداریم که در یک صف واحد در مقابل جمهوری اسلامی با همه نیروهایی که در اعتقاد به گذار از جمهوری اسلامی داشته باشند و اعتقاد به حقوق بشر و سکولار دموکراسی داشته باشند و در واقع هیچ نسبتی با مسئله حکومت موروثی نداشته باشند، در مقابل جمهوری اسلامی صف واحد داشته باشیم. ما علاقمند هستیم که در واقع بتونیم یک روزی و همین امروز هم اگر بتونیم در واقع با نیروهای سیاسی دیگری که در واقع خواهان یه همچین مسئله هستن بدون که بخوان مهر خودشون رو و نام خودشون رو برای عرصه بذارن و از حضور بقیه نیروهای سیاسی سوء استفاده بکنن، اگر این خواست رو نداشته باشن ما هیچ مشکلی نداریم که در واقع با نیروهای سیاسی دیگه که تحت این عنوانی که ما مطرح کردیم که در واقع نه به جمهوری اسلامی نه به سلطنت، آری به حقوق بشر و آری به سکولار دموکراسی کنار هم دیگه باشیم. ولی خب میدونیم که متاسفانه نیروهای سیاسی دیگری هستن که در واقع خواهان یه همچین هماهنگی و همگرایی نیستن و میخوان در واقع مهر و نام خودشون رو در واقع از همه فعالیت‌های سیاسی استفاده کنن و بر این عرصه بگذارن. در همین رابطه هم ما صحبت‌هایی داشتیم با دوستان و گرایشات مختلف سیاسی که خواهان به اصطلاح برگزاری یک مراسم هماهنگ بودن، ولی متاسفانه چون این اراده رو ندیدیم در بسیاری از نیروهایی که بخوان مستقلاً فارغ از اینکه مهر و اسم و پرچم خودشون رو صرفاً در حوزه میدانی داشته باشن و بخوان یک حرکت وسیع همگرایی به نام خودشون تمام کنند، چون خب فکر کردیم که نمیخوایم هم در واقع نیروهای سیاسی و کسانی که در این مراسم شرکت میکنن دچار اختشاش فکری بشن، گفتیم که شاید درست‌تر باشه که ما به عنوان یک جمعی از کنشگرانی که متکثر هست از نیروهای سیاسی مختلفی که در این منطقه آمریکا هستن این کار انجام. ولی خب طبیعتاً حرکت ما با حرکت بقیه نیروها اونجایی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره پوشش‌هایی داره که خارج از اراده ما عمل میکنه. خب با تشکر از توضیحاتتون. آخرین سوال من برای شما امروز اینه که برنامه‌هاتون رو در هفته آینده اگه چیزی هست که در اختیار میدونم ممکنه نباشد و نتوانید، ولی اگر میتوانید برنامه‌های آینده‌تون رو که به تظاهرات ختم میشه یه مقدار برای دوستان توضیح بدید که در ضمن به گوش باشند. ساعت برنامه شما مشخص شده؟ اگه نشده توضیح بدید و برنامه‌های تبلیغی دیگر. مرسی. بله ما همطور که در فراخوان مقدماتی خودمون اعلام کردیم و در چند تا ویدیو کلیپی هم که حالا چه به صورت تصویری چه به صورت در واقع متحرک منتشر شد در رسانه‌های اجتماعی، در واقع تاریخ رو 21 سپتامبر در واقع اعلام کردیم ساعت 12 بعد از ظهر به وقت نیویورک هستش. البته این زمانی است که متناسب با برنامه‌ریزی که سازمان ملل کرده موقعیتی هستش که به ایران اختصاص داده میشه که به اصطلاح رئیس دولت ایران در اونجا سخنرانی کنه، که حالا فارغ از اینکه این سخنرانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشه به هر حال ما اونجا حضور داریم. از الان تا اون موقع حرکت و وظیفه‌ای که ما داریم در واقع تبلیغ فراگیر این مسئله هست و دعوت همه همیهنان و شهروندان ایرانی و همه علاقمندانی که حامی این حرکت ما هستن رو دعوت کنیم که هرچه وسیع‌تر بتونیم با یک طیف بسیار گسترده و با یک نیروی وسیع در مقابل سازمان ملل حضور داشته باشیم و صدایی باشیم، صدای اعتراضی مردم باشیم، به ویژه در شرایطی که میدونیم کسی که امروز سمبل دولت جمهوری اسلامی هستش یک فردی هستش که چه از نظر به اصطلاح سابقه جنایی خودش و دستش به طور آشکارا به خون هزاران نفر از مردم ایران آغشته است
و حضور هموطنان ما در واقع در این همچین همایش خیابانی در اعتراض به حضور این سمبل قاتل جمهوری اسلامی اعتراضی است در واقع به جامعه جهانی که در واقع به جامعه جهانی هم گوشزد کنه که واقعا سازمان ملل نباید جایی باشه که قاتلانی که در واقع دارای تاریخ خیلی مشخصی هستن و دستشون تا آرنج به خون مردم خودشون آغوش هستش بتونن به عنوان مردم خودشون سخنگو در این بدنه بین‌المللی باشن. در نتیجه مهمترین وظیفه‌ای که ما داریم در واقع از الان تا 21 سپتامبر در واقع تبلیغ و ترویج و تهییج هستش و دعوت هموطنانمون به این برنامه است که در این پروسه هم امیدوار هستیم بتونیم با انواع اقسام کلیپ های مختلف، با انواع اقسام برنامه‌های این چنینی که الان به همت شما دکتر پارسا برگزار شد بتونیم در واقع هرچی بیشتر این طیف رو وسیع‌تر و گسترده‌تر کنیم و یک همایش باشکوه خیابانی علیه جمهوری اسلامی و سمبل قاتل اون رئیس جمهور قاتل رئیسی داشته باشیم. خیلی ممنون جناب دکتر فرید اشکان. بینندگان با آقای دکتر فرید اشکان آشنا بودید، بیشتر آشنا شدید. با تشکر از ایشون و همه دوستان که دارن این برنامه رو برگزار میکنن. من فکر کنم که ما با توجه به این اهمیت این به اصطلاح سفر این آقای رئیسی که در واقع آیت الله قاتل و یکی از 4 فرد کمیته 4 نفره مرگ بوده و هر صورت یک وظیفه انسانی برای همه ما وجود داره که وظیفه مدنی و انسانی ماست که بریم و اخلاقی ماست که بریم و معترض بشیم. با تشکر از شما. اگر نکات پایانی دارین در خدمتتون هستم، وگرنه تا برنامه‌های دیگر. مرسی. خیلی ممنونم. همونطور که شما به درستی اشاره کردید این حداقل کاری است که هر شهروند ایرانی، هر ایرانی که در واقع یک احساس ملی در خودش داره در واقع اینو به عنوان یک وظیفه انسانی و وجدانی خودش و پاسخگویی در مقابل ایرانیانی که هر روز تحت فشار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هستن در همه عرصه‌های زندگیشون در واقع بیان و ما بپیوندن و بتونیم صدای مشترکی باشیم هرچی بلندتر علیه جمهوری اسلامی و بتونیم صدای مردم خودمون باشیم. خیلی متشکرم فرصتی که دادید.